همین که دیدمت از صبح بهتری امروز. میگن محتضر روز آخر عمرش حالش خوب میشه. امروز پا شد بچه هاشو همه رو شستشو داد، حمام کرد، لباساشو عوض کرد، همه خوشحال شدن. مادر از جا بلند شده، موهاشونو شونه کرد. حسین من تو مادر نداری اینقدر آشفته. بچه ها رو فرستاد خونه همسایه، صدا زد اسما کمک کن، من میخوام خودم حمام کنم، استحمام کنم. آب میریخ. خانم چه ضرورتی داره؟ حالت خوب نیست. فرمود امشب علی میخواد منو غسل بده، این لخت خونه آقا ما اذیت میده. همین که دیدمت از صبح بهتری امروز. نونم پخت مادر امروز با یه دست. و چند روزی که میاد علی سر شلوغ میشه، حوصله نداره، بچه ها حوصله ندارن، فقط دست پخت من دوست دارم بخورم. همین که دیدمت از صبح بهتری امروز، به سفره نان خودت را میآوری امروز. دوباره دست به پهلو نمیبری امروز. نگو به فکر جدایی ز حیدری امروز، که گفته پیر شدی یا جوانیت رفته، خدای من نکند مهربانیت رفته. تو بار رفتن بستی علی حلال کند، من حلال کنم. تو بین بستر هستی علی حلال کند، تو بین شعله نشستی علی حلال کند، تو بین کوچه شکستی علی حلال کند. تو حلال کن، تو را به جان حسینت نگو حلالم کن. از این قریب بخر آبرو حلالم کن. جانم دارم باید راه میام، به روز خودم دارم میخونم. کمی مراقب خود باش، فکر جانت باش. کمی مراقب خود باش، فکر جانت باش. به فکر من نه، کمی فکر کودکانت باش. تو باش با تن زخم و قد کمانت باش، بمان و قدرت زانوی پهلوانت باش. همان که بس در این خانه دست حیدر را، مخواه باز ببیند شکست حیدر را. تموم شد، خدا نکرده به تابوت مرگ تن دادیم، که دست بی کسیم را به دست من دادیم. اگر به دست دخترکت چند تا
کفن دادی، بگو برای حسین از چه پیراهن دادی. چرا که بر بدنش پیراهن نمیماند، نه پیراهن که برایش بدن نمیدونم بعد از به هوش اومدن بود یا قبل از به هوش اومدن. بابا علی جان در حجره رو ببند، بیا بشین کنار من گریه کنیم، برا بچه‌ام گریه کن. گریه هاشونو کردن، حرفاشونو زدن. بابا علی جان دیگه کار تمومه، حالا بیا دوتایی برا حسین گریه کنیم. امشب همه میرن مدینه، میبینن مادر نیست، مادر رفته کربلا.